بسم الله الرحمن الرحیم. دانش آموزان نهایت عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. بسیار خوشحال و خرسندم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. ابتدا از خداوند منان استعداد دارم تا این مرض مهلک و خطرناک را از سرزمین ما دور گرداند و همه شما عزیزان را در پناه و حفظ خویش نگه دارد. اجازه بدهید ابتدا از هیئت رهبری پانتون جامی و همه عزیزانی که در راستای برگزاری کلاس‌های آنلاین تلاشی کردند و سعی نمودند سپاسگزاری نمایم. این عزیزان تلاش ورزیدند تا روند آموزش و پرورش متوقف نشده و مانند سایر کشورهای دنیا چرخه آموزش جریان داشته باشد که اجرشان با خداوند منان. در اینجا شکی نیست که کلاس‌های حضوری از موثریت بالاتری برخوردار است، اما در این شرایط این تنها گزینه برای حل است. در این روش تدریس نیاز است تا مؤثرین و دانش آموزان عزیز سهم فعالتری داشته باشند. با وجود اینکه طبیعی است ذهن شما مقداری درگیر و نگرانی هایی در این مورد ویروس داشته باشید، اما نباید فراموش کنیم که روند آموزش را متوقف کرده. این جامعه سخت نیازمند دانش مسلکی شما عزیزان است. بر همه شما واضح است که بیش از 70% مردمان افغانستان به زراعت درگیرند و بیش از 2/3 مردمان این سرزمین در ولسوالی ها و دهات زندگی می کنند و از روش ها و فنون جدید زراعتی متاسفانه بیخبرند. در مضمونی که قرار است طی سمستر آتی فرا بگیرید بحث خواهیم کرد که چطور و چگونه و با چه ابزاری دانش و فنون جدید را برای زارعین کشورمان منتقل سازیم. در این شرایط حساس شما خود بهتر می‌دانید که نگرانی‌های اصلی دولت‌ها موضوع تأمین غذایی شهروندان است. تأمین غذایی وقتی مرفوع می گردد که ما داغینی آگاه و با معلومات داشته باشیم که بدانند چگونه و چطور باید کاشت و داغین ما آگاه نمی شوند مگر با ارائه خدمات ترویجی زراعتی خوب و مناسب. مضمون ترویج زراعتی یکی از مهمترین مضمون‌های پوهنده‌های زراعت را در دنیا تشکیل می‌دهد. احتمالاً نتوانیم وارد جزئیات موضوع شویم، اما مطمئن هستم با اساسات و مسائل اساسی ترویج در طول 13 یا 14 جلسه آشنا خواهید شد. یادتان باشد شما من حیث مؤثرین زراعت اولین کاری که قرار است یا از جمله اولین کارهایی که شما قرار است انجام دهید بعدها با عنوان مأمور یا مدیر خدمات ترویجی است. متخصصین زراعتی موفق ترند که ابتدا دوره کاریشان را خدمات ترویجی تشکیل دهند. شما مطمئناً بعد از فراگیری این دوره و موضوعاتش می توانید در هر پست ترویجی امتحان داده و اگر مصروف و شاغلید مطمئناً افراد موفقتری در زمینه خواهید بود. امید بنده این است که دری را بگشاییم، همین که این چند جلسه با شما عزیزان گفتگویی داریم این گفتگو ادامه پیدا کند و همین که باعث شود بعضی از شماها را به تفکر و مطالعه بیشتر وادارد بنده به هدفم رسیدم. آرزوی من این است که اگر مطلبی را مفید دانستید آهسته ولی پیوسته آن را در جایی که مصروف هستید به کار گیرید. من تلاش می کنم در طول این سمستر با کلماتی واضح و بسیط و لهجه هراتی خودمان مطالب را ارائه کنم تا بهتر
و بیش راحتتر افاده گردد. معلوم است که مسئولیت هر نوع عیب و ایراد برنامه بر عهده من خواهد بود. در صورتی که عزیزان سوالاتی داشته باشند می شود در ویدیو کانفرانس ها یا کانال های گفتگویی که قرار است بعداً ترتیب شود مطرح سازند. این روند تا زمانی که این مرض مهلک در کشور ما وجود داشته باشد ادامه خواهد داشت که امیدوارم به زودی پایان یابد و بتوانیم کما فی السابق در صنف‌ها مثل گذشته حضور به هم بزنیم. بنده امیدوار هستم تا بعد از رفع این مشکل فرصتی ایجاد شود تا بتوانیم چیزهایی را که در این مدت فرا گرفته ایم را در طی 2-3 جلسه در ولسوالی ها عملا تطبیق کنیم و کارهای عملی داشته باشیم. اجازه بدهید که مختصر در رابطه به سوابق بنده در قسمت ترویج صحبت هم داشته باشیم. بنده در جریان کاری که در چندین سال گذشته داشتم خدمات ترویجی را در ولایات مختلف افغانستان از جمله بغلان، پروان، کاپیسا، سمنگان، قندوز و بعضی ولایات دیگر کشور برای مدتی مصروف خدمات ترویجی بودم. در دوره کاریم در برنامه کاردف در بین سالهای 2015 تا 2018 کارهای ترویجی زیادی انجام داده این در ولسوالی های مختلف ولایت هرات که من جمله میتوان اشاره کرد به آموزش ترویجی بیش از 2000 مرد و زن دهقان. انجمن‌های زراعتی زیادی را برای داغین تشکیل دادیم. سفرهای تحقیقی و آموزشی زیادی را برگزار کردیم. روزهایی را برای متد دمونستریشن و یا ریزالت دمونستریشن داشتیم که در جریان سمستر بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. از شناختی که با شماها عزیزان دارم بعضی ها سابقه خوب کاری در قسمت های ترویج زراعت دارید که مطمئن هستم من هم از شما عزیزان چیزهایی را یاد خواهم گرفت. در این مضمون بیشتر روی 5 محور صحبت خواهیم کرد: مفاهیم کلی ترویج، تاریخچه آن و اساسات ترویج، روش‌های مختلف ترویجی که در افغانستان و در کشورهای پیشرفته دنیا وجود دارد صحبت‌های صورت خواهد گرفت. در مورد آموزش و آموزش‌های ترویجی صحبت‌های خواهیم داشت در مورد اینکه چطور و چگونه آموزش‌های ترویجی صورت خواهد گرفت. در رابطه به Communication and Extension of Agriculture یا ارتباطات در ترویج چیست و چگونه صورت می‌گیرد و شما به عنوان متخصص زراعت چگونه ارتباط برقرار کنید با دهقان و جامعه زراعتی خود. روش‌ها و متدهای ترویجی که در سطح دنیا وجود دارد و پرکتیس می شود، پرکتیس های خوب، آنها را صحبت خواهیم کرد و در آخر فرم ها و یا ابزارهای عملی برای یک مروج زراعتی که در جریان خدمات ترویجی به آن ضرورت دارد صحبت خواهیم کرد. یک تعداد لیست هایی است که بیشتر در آخر برای شما انشاءالله ارائه خواهم کرد که بتوانید از اون ابزارها برای ارائه خدمات ترویجی استفاده کنید. در چند جلسه پیش رو صحبت های خواهیم داشت در رابطه به معرفی، اهمیت و تاریخچه ترویج.
هدف کلی از این صحبت و تاریخچه آشنایی شما عزیزان با اساسات علم ترویج، اهداف ترویج خواهد بود. ابتدا میخواهم صحبت‌هایی در رابطه یا در مورد آشنایی با یا کلیاتی صحبت کنیم در مورد ترویج. چند سوال اساسی میخواهم از شما عزیزان بپرسم. این که با توجه به محیط اطرافی که شما در آن زندگی میکنید و در مورد محصولات خوشرنگ و خوشطعمی که تولید میشود، آیا به نظر شما چه کسانی آنها را و با چه روش‌های آنها را تولید کردند؟ آیا تولیدات دهاقین چیزی هست که در مارکت با آن ضرورت هست؟ آیا تولیداتی که ما انجام میدهیم یا دهاقین ما انجام میدن آن تولیداتی هست که مردم به آن ضرورت و نیاز دارند؟ آیا به این فکر کردید که دهاقینی که در خلیجات و ولسوالی های دوردست افغانستان زندگی میکنند از چه طریقی و از چه تکنیک هایی و از چه روش هایی فنون جدید و علوم جدید زراعتی را فرا میگیرند؟ آیا تا به حال به این فکر شده اید که دانش و روش های نوین زراعتی از مراکز علمی و تحقیقاتی که داریم چطور و چگونه برای دهاقینی که در ولسوالی ها و جاهای دوردست زندگی می کنند این علوم به آنها می رسد؟ آیا تا به حال فکر کرده اید که چه روش ها و متد هایی باید استفاده کنیم که آگاهی دهاقین ما بالا برود؟ زمانی که آگاهی دهاقین بالا رفت، آیا به این فکر کرده اید که مصارفشان پایین و عوایدشان بالا خواهد رفت؟ سوالات اساسی هست که در طول جریان سمستر با آنها خواهیم پرداخت و شما آشنایی کلی فرا خواهید گرفت در مورد اینکه چطور یک دهقان روش ها و فنون جدید زراعتی را فرا میگیرد و این روش ها و متد ها از کجا باید به دسترسشان قرار بگیرد، از کدام منابع معتبر باید این علوم و فنون به دست دهاقین ما برسد. خدمات ترویجی که در سطح ولایت هرات صورت گرفته، من میخواهم بعضی از آنها را به عنوان نمونه تصاویری را برای شما به نمایش بگذارند که شما بهتر بتوانید تصویری پیدا کنید. این یکی از دهاقینی هست که در فارم مرغداری مرغ‌های گوشتی مصروف بوده و بعد از دریافت خدمات ترویجی توانسته مرغ‌هایی را تولید کند که هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ صحی بودن و با کیفیت بودن آنها بسیار بالا است. شما جریان آموزش خانم‌های دهاقین در تصویر مشاهده می‌فرمایید. شما در جریان هستید که خانم‌ها در زراعت نقش بسیار بسیار مهم و ارزنده‌ای را دارند بازی می‌کنند، ولی قشری هستند که تا حدودی فراموش شده‌اند. فراموش کرده ایم ما که دهاقین در دهات چگونه نقش بسیار بسزا و با اهمیتی را در زراعت افغانستان نقش بازی می‌کنند. جریان تشکیل انجمن‌های زراعتی بوده که در ولسوالی کرخ صورت گرفته. جریان بازدید از روز مزرعه یا فیلدی که برگزار شده. جریان آموزش و توزیع بسته‌های زعفران برای دهاقین ولسوالی زندجان ولایت هرات در شما مشاهده می‌کنید. در تصویر بعدی شما جریان آموزش دهاقین و کارمندان ترویجی را در ولایت هرات مشاهده می‌کنید که ترینینگی در مورد
مواد مخدر و راه‌های معیشت بدیل آن برگزار شده بوده. شما جریان آموزش دهاقین توسط مأمور خدمات ترویجی مشاهده می‌کنید. در تصویر بعدی دهاقین گلخانه‌دار در جریان آموزش‌های تکنیکی هستند که بعد از فراگیری این آموزش‌های ترویجی توانستند دهاقین محصول بسیار خوب و بالایی را دریافت کنند. پیش از اینکه وارد بحث اصلی ترویج زراعتی شوید، اجازه بدین که مقداری در رابطه به مقدمات موضوع صحبت داشته باشیم. در رابطه به انکشاف زراعتی صحبت بکنیم. شما میدانید که افغانستان کشور زراعتی است و اقتصاد ما و اقتصاد ملی ما وابسته و متکی به زراعت است. زراعت در زندگی انسان ها از گذشته های دور نقش بسیار باسزایی را بازی نموده. در واقع زراعت منبع اصلی عواید، منبع اصلی معیشت انسان ها را تشکیل میده. اکثر افرادی که بالای منابع زراعتی، مالداری و جنگلات و سایر منابع طبیعی امرار حیات می کنند، دهاقین در قرى و قصبات هستند که دارند زندگی می کنند. سکتور زراعت ضروریات اولیه مردم را نه تنها ایجاد کرده بلکه در صنعت هم نقش بسیار گسترده و بزرگی را دارد بازی می کند. در واقع سکتور زراعت مواد اولیه و مواد خام را برای صنعت فراهم و تهیه می کند. هدف عمده پروگرام های ترویجی در تمام کشورهای دنیا که توسط مأمورین و مدیران خدمات زراعتی صورت میگیرد این است که بتوانند در زندگی دهاقین انکشاف و رشدی را به وجود بیارند، نه تنها در قسمت زراعت آنها بلکه در طرز تفکر آنها، در مهارت‌ها آنها و حتی در سبک زندگی دهاقین تأثیرات بسزایی داشته باشند. شما می‌دانید که زمانی که دهاقین ما با دانش و فنون و تکنولوژی‌های جدید آشنا شوند و به کار بگیرند، می‌توانند عاید بیشتری و محصول بیشتری به دست بیارند. زمانی که دهاقین مصارفشان پایین و عوایدشان بالا رفت، شما متوجه این خواهید بود که رشد اقتصادی کشور به شکل بسیار زیادی متأثر و رشد خواهد کرد. پس بنابراین بسیار مهم است در کشوری مثل افغانستان که بیشترین مردم آن در زراعت مشغول هستند، باید از علوم و فنون جدید بهره بگیرند و استفاده بکنند تا بتوانند تولیدات خوب که نیاز جامعه هست را برآورده کنند. به خاطر این مهم دولت‌ها و کشورها سیستم‌های فعال ترویجی را ایجاد می‌کنند، نه تنها در سطح منطقه و قریه بلکه باید در سطح ملی صحبت بشود. دولت، خصوصا دولت افغانستان، با همکاری کشورهای کمک کننده نهادها و سازمان‌هایی را تشکیل داد تا بتوانند خدمات به صورت درست برای دهاقین صورت بگیرد. در حال حاضر ما در افغانستان چیزی حدود 1200 تا 1300 نفر مأمور خدمات ترویجی داریم، در حالی که نیاز کشور بیش از 4000
کارمند خدمات ترویجی هست تا بتوانند خدمات درست به موقع و مناسب را برای دیاقین عزیز ما فراهم سازند. زمانی که ما از رشد اقتصادی صحبت میکنیم، در واقع ما تلاش بر این داریم تا بتوانیم در جامعه انکشاف و رشدی را صورت بگیرد و اجازه بدهید که در مورد انکشاف صحبت‌های مختصری داشته باشیم. وقتی صحبت از انکشاف می‌کنیم، هدف از انکشاف این است که چطور بتوانیم رشد، نمو و وسعت را به وجود بیاریم. چه فعالیت‌هایی را به انجام دهیم تا بتوانیم گستره و دامنه کمی و کیفی در یک محیط و منطقه را وسعت ببخشیم. در واقع انکشاف عبارت از درجه تحول یک جامعه است که برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های خود برمی‌دارد گام‌های عملی صورت می‌گیرد. هدف از انکشاف ایجاد زندگی پرثمر است که توسط فرهنگ تعریف می‌شود. بنابراین انکشاف در واقع دستیابی فزاینده انسان‌ها به ارزش‌های فرهنگی، مادی و معنوی است. انکشاف را بر معانی ذیل هم تاکید دارند. در واقع میگویند که انکشاف یک پروسه است و در یک وضعیت ساکن و راکد نمیماند، همیشه در حال رشد و در حال پیشرفت هست. این پروسه در نهایت به ارزش ها مرتبط می شود و ارتباط می گیرد و این ارزش ها توسط مردمان خود آن سرزمین است که واضح می گردد و این ارزش ها توسط مردمان سرزمین تعریف می گردد. اگر خواسته باشیم به صورت کلی در مورد انکشاف تعریفی داشته باشیم، در واقع انکشاف به معنای تلاش برای بهتر کردن سطح زندگی که این پروسه در جریان و در طول سالها و در طول تاریخ جریان داشته. توسعه در مفهوم کلی به معنای ارتقاء سطح مادی و معنوی جامعه است. اگر ما تنها به کیفیت زندگی فکر کنیم و کمیت را فراموش کنیم، یا اگر کمیت را فکر کنیم و کیفیت را رها کردیم، پس ما به سر مقصد مطلوب نخواهیم رسید. انکشاف هر جامعه موضوعی بسیار جامع، وسیع و فراگیر است. پس بنابراین وقتی که ما صحبت از انکشاف جامعه میکنیم، در واقع باید به تمام ابعاد یک جامعه پرداخت. حالا چون بحث ما بیشتر بحث انکشاف زراعتی است، بیاییم صحبت‌هایی هم در مورد انکشاف زراعتی داشته باشیم. انکشاف زراعتی به عنوان بخشی از اقتصاد یک کشور تلقی می شود که اگر بخواهیم معنی واقعی کلمه انجام شود، کار بسیار مشکل، دشوار و زمانگیر است. پروفسور لوئیس مالابیسه یکی از دانشمندهایی است که او در مورد انکشاف نظراتی داشت که نظر این پروفسور این است که انکشاف توسط یک گروه یا یک طبقه از مردم صورت نمیگیرد. انکشاف تنها به وسیله مأمور خدمات ترویجی یا توسط دهاقین یا توسط دولت محلی صورت نمیگیرد. انکشاف باید در سطح ملی و در چوکات وسیع‌تر و بزرگتر آن در یک کشور بحث و صحبت بشود. زمانی که ما از انکشاف زراعت صحبت می کنیم که این مقوله بیشتر از بعد از جنگ جهانی دوم
مطرح بحث اقتصاددانان و صاحب نظران و سیاستمداران کشور ها قرار گرفت. آنها به این فکر شدند که اگر می‌خواهید انکشافی در جامعه رخ بدهد و صورت بگیرد، باید انکشاف از انکشاف زراعتی شروع بشود و در واقع رشد اقتصادی وابسته و منوط بر رشد و انکشاف زراعت است. تعدادی از کشورها به این فکر بودند وقتی این زراعت ما انکشاف می کند که ما بتوانیم زراعت را مدرنیزه کنیم تا بتوانیم نیازمند و نیازگو و پاسخگوی دو مشکل اساسی و عمده باشیم. اولین موضوع که مورد بحث بود موضوع تهیه و تولید غذا ارزان برای کارگران صنعتی و طبقه شهرنشین بود. در بعد از جنگ جهانی دوم تعدادی از دهقان تولید فقط برای خود می‌کردند. در حال حاضر در بعضی از نقاط کشور هم همین گونه است. تعدادی از دهقان ما فقط و فقط برای خود و برای فامیل خود تولید و زراعت می‌کنند، در حالی که در آن وقت اقتصاددانها و سیاستمداران کشورها به این فکر شدند که چطور ما بتوانیم برای مردمانی که در غیر از زراعت یعنی در سکتور صنعت کار می‌کنند غذا تهیه کنیم، مواد خام برای صنعت به وجود بیاریم و چطور بتوانیم مردمانی که در کارهای خدماتی و در شهرها زندگی می‌کنند با آنها غذا تهیه کنیم. همچنین رشد و انکشاف زراعت برای آنها در آن زمان تأمین نیروی انسانی برای اشتغال در صنایع نو تأسیس شهری بود. انکشاف زراعت بس و مقوله ای نیست که تعریف مشخص و یکسانی داشته باشد. اقتصاددانا از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی تعاریف مختلفی داشتند، ولی به صورت کلی همه آنها به این فکر بودند که چطور بتوانیم زراعت را از یک زراعت سنتی به یک زراعت تجارتی، در مرحله اول نیمه تجارتی، سیمی کمرشیال و بعدها به کمرشیال اگریکلچر سوق بدهیم و ببریم. پروفسور موشر که یکی از دانشمندهایی است که در قسمت ترویج زراعتی کارهایی کرده، به این نظر است که برای انکشاف زراعت در هر کشور باید ما به 5 عامل اساسی و ضروری بپردازیم و 5 عامل دیگر هست که پروسه انکشاف زراعت را تسریع می‌بخشد و سرعت می‌بخشد. ما می‌توانیم هم به خاطر انکشاف زراعت خود از این 5 عامل الگو برداری بکنیم. در قدم اول مشیر به این نظر است که اگر ما برای محصولات زراعتی خود مارکت و بازار درستی فراهم کنیم و به وجود بیاوریم، می توانیم در صنعت و رشد در صنعت زراعت و انکشاف زراعت گام‌های بسیار مؤثر و اساسی برداریم. تکنولوژی که پیوسته در حال تکامل و پیشرفت هست را به دسترس دهقان قرار بدهیم. امروز صحبت از مکانیزه شدن زراعت گذشته. در کشورهای پیشرفته دارند به این فکر می کنند که چطور ما بتوانیم زراعت خود اتوماسیون بسازیم، به این معنی که کارها را توسط ماشین به شکل اتومات به وجود بیاریم. به این معنی که اگر خواسته باشیم زمینی را آبیاری بکنیم یا گلخانه ای را هوادهی بکنیم، درجه حرارت های مناسب را در داخل گلخانه عیار بسازیم و بعد به شکل اتومات و به شکل خودکار آنها در صورت نیاز و در مواقع ضرورت به شکل اتومات پیش برند.
یا در سیستم های آبیاری به چه میزان آب یا در چه زمانی درخت و زمین و خاک نیاز به آب دارد تا بتوان به توسط آبیاری های قطره‌ای آب مورد نیاز تامین بگردد. پس بنابراین انکشاف زراعت بستگی دارد که ما بتوانیم با تکنولوژی های روز عیار و آماده بسازیم. مورد سومی در دسترس قرار دادن اینپوت یا مواد اولیه و وسایل مورد نیاز به دهاقین است. شما می‌دانید که دهاقین ما در حال حاضر از یکی از چیزهایی که بسیار رنج میبرند موضوع مواد اولیه هست. مواد اولیه با کیفیت، به این معنی که اگر تخمی با آنها به دسترس آنها قرار داده می شود تخم با کیفیت باشد، یا اگر پستیساید یا هربیسایدی قرار می گیرد با کیفیت بوده تا زحمات دهقان در طول یک فصل نمویی ضایع نگردد. مورد چهارم که باعث انکشاف زراعت می‌گردد مشوق‌های تولیدی برای دهقان است. این مشوق‌ها توسط دولت‌ها و مؤسسات یا شرکت‌های خصوصی صورت می‌گیرد. در واقع مشوق‌ها می‌تواند مانند سبسایدی، قراردادهای پیش خرید باشد و همچنین انکشاف زراعت زمانی صورت می‌گیرد که بتوانیم تسهیلات حمل و نقل برای دهقان و زیرساخت‌ها را برای آنها فراهم بسازید. شما می‌دانید که مقدار زیادی از محصولات زراعتی کشورها در مسیر حمل و نقل ضایع شده از چشم خریدار می‌افتد. عواملی هم هست که باعث رشد و سرعت بخشیدن به رشد انکشاف زراعتی می‌گردد، از جمله آموزش و خدمات ترویجی. این عاملی است که می‌تواند سرعت انکشاف را بیشتر کند. به دسترس قرار دادن قرضه‌ها یا کردیت‌های زراعتی، ایجاد و تشکیل سازمان‌ها و گروه‌ها که شامل کوپراتیوها، انجمن‌ها، هلپ سلف گروپ‌ها میباشد. وسعت دادن گسترش زمین‌های زراعتی و اصلاح فیزیکی آنها. شما می‌دانید که افغانستان مقدار زیادی زمین‌های زراعی افغانستان تحت کشت نیست که ما باید تلاش بورزیم تا ساحات تحت کشت را هم بالا ببریم و در جاهایی که خاک مشکل دارد از لحاظ استرکچر اصلاح خاک بپردازیم و خاک‌ها را آماده به کشت و پرورش نباتات کنیم و همچنین به صورت کل پلان منظم و پالیسی های منظم برای رشد و انکشاف زراعت باید داشته باشیم. دکتر رابرت استیونز، استاد پانتون میشیگان ایالات متحده، در رابطه به انکشاف زراعت صحبت‌هایی دارد و نظرش این است که باید تغییرات اساسی و بنیادی در بخش زراعت ما به وجود بیاوریم. این تغییرات در واقع تعادل زراعت سنتی به منظور به دست آوردن رشد سریع تولیدات به یک زراعت مدرن و یک زراعت درآمدزا باشد. رابرت استونز معتقد به این هست که اگر ما بتوانیم تغییرات تکنولوژی، تغییرات نهادی و سازمانی و را به وجود بیاوریم میتوانیم انکشاف زراعت داشته باشیم. و از طرف دیگر به این نظر است که باید روی نیروهای انسانی سرمایه گذاری های اساسی و درست صورت بگیرد، به این معنی که باید متخصصین زراعت به آموزش ها و مهارت های لازم دسترسی پیدا کنند و این متخصصین راحت بتوانند دهقان را آموزش داده، تربیه کرده تا بتوانیم دهقانی با معلومات و دانش نوین داشته باشیم. خب طبیعتاً ما نیاز داریم تا سرمایه گذاری هایی در قسمت تحقیق و ترویج زراعتی داشته باشیم
و تکنولوژی هایی که اخیراً و اپدیت و بروز است را باید به دسترس دقیقین داشته باشیم. تا اینجا صحبتی داشتیم در رابطه به مقدمه، انکشاف زراعتی. صحبت‌های بعدی در جلسه بعدی در رابطه به ترویج و تعریف ترویج با شما عزیزان خواهم داشت. روزتان خوش.